خبرهای تاجیکستان و جهان در اخبار آزادی. سلام، من مومین احمدی هستم. امروز 2 می، نگاه کوتاه به محتوای برنامه. دیدبان حقوق بشر گفته است که نظامیان تاجیک و قرغیز در مناقشه سال گذشته احتمال جنایت جنگی صادر کردند. سعادت دختری تاجیکی که اتاق بیمارخانه را در مسکو به دکان هنرمندی تبدیل داده است و از پول دستباف‌هایش دارو می‌خرد. میخوام که در تاجیکستان برای همین کسلی‌های و مانند شخصانی که من کسل هستم در تاجیکستان فاند گشایم. نه جای رفتن نه پای ماندن. مهاجر قرغیز در یک شهر اشغال شده اوکراین درمانده است و نه امکانی آن را آنجا ماندن دارد و نه توانی بیرون شدن. متاسفانه برنامه رو با یک خبری ناخوش از ناحیه درواز شروع میکنیم. در نتیجه یک صدمه نقلیاتی در این ناحیه 6 نفر کشته شدند. حادثه صبح 2 می در دهه روزوای رخ داده است و حالا سبب‌های فلاکت معلوم نیست. روز پیشتر در راه دوشنبه چناق نیز بر اثر صدمه 6 نفر جان باختند. راه‌های کوهستانی خطرناک و رعایت نکردن قاعده‌های حرکت را از سبب‌های اصلی صدمه و مرگ برخی از ساکنان تاجیکستان می‌دانند. دیدبان حقوق بشر گفت نیروهای قرغیزستان و تاجیکستان در درگیری مرزی ماه سپتامبر سال 2022 به عمل‌های دست زدند که احتمالاً برابر با جنایت‌های جنگی بوده می‌توانند. تحقیق سازمان درباره مناقشه ماه سپتامبر سال 2022 امروز نشر شد. در این گزارش درباره استفاده نیروی بیش از حد از هر دو طرف صحبت می شود. گزارش را در این باره همکارم خرامان بقازاده تقدیم می کند. محققان دیدبان حقوق بشر اکتبر و نوامبر سال گذشته با وضع ساکنان آسیب دیده در مناقشه قرغیزستان و تاجیکستان آشنا شدند. با 86 نفر صحبت کردند. باقی مانده های سلاح‌ها، 12 ویدیو، عکس‌های ماهواره‌ای را تحقیق نموده بر پایه آنها مدل 3D حمله ها را ساختند. نتیجه گزارش 86 صفحه‌ای شد که حادثه ها را بازگو می‌کند. دیدبان حقوق بشر میگوید هدف آموزش حالت‌های نقض قانون‌های بین‌المللی و قانون‌های جنگ بود. سازمان گفته است درباره اینکه نیزا را کدام طرف شروع کرده است موقعی ندارد. مردم آسایشته‌ای که در منطقه‌های بحثی ناحیه‌های قرغیزستان و تاجیکستان زندگی می‌کنند به سبب رفتار بیرحمانه هم نیروهای قرغیزستانی و هم تاجیکستانی در مناقشه سپتامبر سال گذشته بهای بلندی پرداخت کردند. عائله‌های قربانی‌ها به عدالت و پرداخت جبران خسارات حق دارند تا راه حل محترمانه بحث هموار شود. وضع پیچیده در ناحیه‌های نزدیک مرزی قرغیزستان و تاجیکستان 14 سپتامبر سال 2022 به مناقشه پیچید. محققان میگویند زدوخوردهای سخت‌ترین روز سیوم رخ داد. دیدبان حقوق بشر گفته است که روز 16 سپتامبر نیروهای قرغیزستان به میدان مرکزی شهرک اوفچی قلعه که در نزدیکی آن نیروهای تاجیکستان قرار داشتند بمب پرتافتند. در نتیجه کم از 10 نفر کشته و 13 کس مجروح شد. اکثریت مردانی بودند که بعد نماز جنازه در کنار مسجد می‌ایستادند. خود همان روز نظامیان تاجیکستانی در چند راه به ماشین‌های ساکنان قرغیزستان حمله کردند که می‌خواستند به جای امن بروند. 2 موکی کشته و 4 نفر دیگر مجروح شد. زن 63 ساله‌ای که همسر و پسرش مجروح شدند نقل کرد که بعد آتش سربازان تاجیکستانی عائله‌اش از داخل ماشین خزیده بیرون شد تا که اگر ماشین را ترکاندند آنها نابود نشوند. این عائله چند ساعت در روی زمین بی حرکت دراز کشیده است و وقتی جنبیدن سربازان تاجیکستانی دوباره آتش گشودند. در گزارش حادثه دیگر استفاده نامتناسب نیرو از جانب نظامیان یاد شده است. 16 سپتامبر 2 ماشین با رمز عیان یاری تجلی و یک ماشین خصوصی در پل نزد سرحد چارباغ مورد آتش قرار گرفت. 10 موکی از جمله 4 کودک و 2 مأمور طبی کشته شدند. احتمالاً حمله از جانب نظامیان قرغیز بود چون مدل 3D نشان داده است که حمله از مناطق تحت نظارت آنها صورت گرفته است. تحقیق حرکت ماشین‌ها، جای آنها و خسارات رسیده از روی 3D مدل نشان می‌دهد که ماشین‌ها از دهه قرغیزستانی داستوک که در فاصله 110 متر جایگیر بوده است مورد هدف قرار داده شدند.
دیدبان حقوق بشر معلوم کرده است که دوام همان روز نیروهای تاجیکستانی سربازان قرقیزستانی را قفا زده در دهه‌های قرقیزستانی سرحدی موقع گرفتند. در این گزارش آمده است که در جریان محاصره کوتاه مدت آن روزه 6 نفر کشته شد. از اینها 3 نفر هنگام فرار از مکان جنگ و 2 نفر احتمالاً قربانی کشتاری بدون دادگاهی شدند. در گزارش آمده است که افراد لباس ملکی به برگ تاجیکی گپ می‌زدند، زیر نظارت نیروهای تاجیک مالکیت خصوصی را غارت می‌کردند. همچنین 10 منزل، مؤسسه‌های مثل کودکستان، مکتب‌ها، بنگاه‌های طبی و مأموری آتش زده شدند و ظاهراً هدف پاک کردن منطقه از ساکنان بوده است. در مجموع دیدبان حقوق بشر مرگ 37 و جراحت 36 ساکن ملکی را ثبت کرده است. رسانه‌ها درباره 51 کشته و 121 مجروح خبر دادند. گزارش کامل در این باره به زودی در وبسایت رادیو آزادی و کانال آزادی ویدیو نشر می شود. و گزارش دیگر، یک دختر تاجیک اتاقش در بیمارخانه مسکو را به دکان هنرمندی تبدیل داده است. سعادت سال پیش برای توبت به مسکو آمد. او گرفتار سرطان خون است که معالجه‌اش خرج زیاد دارد. سعادت در بیمارخانه دستپانه و گردنبند ساخته می‌فروشد تا کمی هم باشد پول معالجه‌اش را پردازد. کای مرسیتا درباره او گزارش تهیه کرده است. و من گل‌های زنده اجازه نیست و من برای خودم خرسند کردم. برایم گل‌های جواسون بافتم. این گل‌ها را سعادت 20 ساله در بیمارخانه در مسکو بافته است. 1 سال باز از سرطان خون تبابت می‌گیرد. سعادت هنر آموخته است و روزهایش را در بستر بیماری با بافندگی پشت سر می‌کند. بافتن رو در همین بیمارخانه یاد گرفتم. هنگامی که بیمار بودم وقتای بسیار خیلی بسیار داشتم. من مثلا که زیاد مشتانه گریه میکردم که راه افتاده میشدم. بعد همین در یوتیوب سالانه یوتیوب تمام ویدیوها تماشا کردم و من محبوب شدم و من هم ریشته همین مهره ها زکس کردم و با بافتن همینا مشغول شدم. دیدم که خیلی زیبا آمدن و هم به همین پیروی کردم. همه این رو من در همین دوام بیماریم در بیمارخانه یاد گرفتم. بستر بیماریش به دکان هنرمندی تبدیل یافته است. جوراب کودکانه دستبند و گردنبند می بافد و می سازد. محصول کارش را در صحیفه‌اش در اینستاگرام می گذارد. در مسکو خریدار یافته است. بافتای ما مثل مردمانی که مثلا در مسکو هستن مثلا برای پایپاق‌هایی که برای کودکان هستن برای فرزندانشون میخرن، گلدستا برای یگان تبریکات برای یا که خود خرسند کردن میگیرن. باز من برای کلیدها هم ریلاکتر میکنم، آنها را به همچون نمونه تحفه برای یکدیگرشان تقدیم میکنن. پولی که به دست می آورد برای طبابتش صرف می کند. من وقتی که سر کردم بافتن و بفروختن سر کردم، من انالیز هایی که در خودم میسپردم به حضور پاشون رو میتونستم که خودم سپرم از اکایم نگم. خیلی با آنها هم کمک میشد. و هر هفته همین یک هفته با 7 بار انالیز میسپریم هر روز. سعادت دانشجوی فاکولته مناسبت‌های بین المللی دانشگاه ملی تاجیکستان بود. حالا با سرطان مبارزه می‌برد. مبارزه‌ای که دشوار و دراز است ولی پیروزی هم دارد. مثلا تا راهی غلبه کردن خیلی راهی بسیار طی کردن در کار مبلغ‌های بسیار لازم است. سعادت ناامید نیست و آرزو دارد که روزی از شفاخانه بیرون می شود و به آرزوی اصلیش می رسد. آرزویم همین دیپلمات شدن است. آن را این خونده تمام میکنم به انجام میرسونم. بعد میخوام که در تاجیکستان برای همین کسلی هایی و مانند شخصانی که من کسلی هستن در تاجیکستان فاند کشایم و آنها کمک کنم. و رو میوریم به جنگ در اوکراین. مهاجری از قرقیزستان که سال گذشته از روسیه به ولایت اشغالی لوهانسک برای کار رفته است از آنجا برگشتن نمیتواند. مقامات روسیه نام او را بر روی خط سیاه وارد کردند. روسیه مهاجران کاری از آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان را برای ساختمانی در مناطق اشغالی جلب میکند. گزارش همکاران ما از بخش میگرند مدیا را شهلای گلخواجه تقدیم میکند.
مهاجر قرغیزستانی که خود را عظمت معرفی میکند میگوید حالا در نزدیکی گذرگاه مارکینا واقع در مرز روسیه و اوکراین قرار دارد. به قبل او مرزبانان روس 10 روز پیش برایش اجازه عبور از گذرگاه را ندادند. من پیشتر در مسکو کار میکردم. با کار در ساختمان لوهانسک برای به دست آوردن درآمد علاوگی آمدیم. از سبب آنکه مهلت شناسنامه ام به آخر میرسد خواستم که توسط روسیه به قرغیزستان برگردم، اما نگذاشتند که از سرحد گذرم. گفتند که نامم در فهرست سیاه است. مرزبانان روس به عظمت کاغذی را از وزارت کارهای داخلی روسیه سپردند که در آن گفته می شود ورود او به قلمرو روسیه منع شده است. من تا هنوز نمیفهمم که چرا چنین حالت پیش آمده است. من تا حال هیچ قانونی را ویران نکردم که مرا به روسیه راه ندهند. عظمت از ماه دکبر سال گذشته در قلمرو اوکراین که نیروهای روسیه اشغال کردند قرار دارد. به گفته این مهاجر همراه با او یک گروه 30 نفره قرغیزستانیان از روسیه به لوهانسک آمدند. در شهرهای از جنگ خراب شده آنها به کارهای بمب‌پوشی بناهای نو مشغول بودند ولی شرطنامه رسمی نداشتند. ما با یکی از شرکت‌های ساختمانی روسیه همکاری می‌کردیم ولی با آن شرطنامه رسمی مهنتی نبستیم. ما با مصلحت یک دوستمان آمدیم، بنابراین می‌دانستیم که به یاری شرکت امید بستن نمی‌توانیم. روز 2 می مهلت شناسنامه من به آخر می‌رسد. من می‌خواستم از اینجا بروم. به گفته این مهاجر او به سفارت قرغیزستان در مسکو نامه نوشته کمک خواسته است اما از نمایندگی دیپلماتی تاکنون پاسخ نگرفته است. حامیان حقوق مهاجران در مسکو میگویند راههای کمک به این شهروندی قرغیزستان را جستجو دارند. در اینجا 2 راه حل مشکلات وجود دارد. یکم تسلیم شدن به مقامات اوکراین. اما در این حالت مهاجر را برای حضور داشتنش در منطقه اشغال شده میتواند تا 20 سال زندان تهدید کند. راه دوم دیپلماتی است. وزارت کارهای خارجه قرغیزستان باید از جانب روسیه برای بیرون شدن دالان را درخواست نماید. تا کنون آمار معین قرغیزستانیایی که در منطقه اشغال شده کار میکنند موجود نیست. این رقم شاید صدها و حتی هزارها نفر را تشکیل بدهد. به گفته حامیان حقوق با وجود خطرهای زیاد و هشدارهای آنها بسیاری از مهاجران تا حال برای کار به قلمروهای اوکراین میروند که از جانب روسیه اشغال شدند. این مهاجران نمیفهمند که روسیه آنها را در جنگ ضد اوکراین از چه راهی استفاده میبرد. مقامات برای آگاه کردن ساکنان ساحل رودی تبلای در کولاب دستگاه بانگ خطر نصب کردند. محمود جان رحمتزاده در این باره گزارش دارد. نخستین بانگ خطر در بالای رودی تبلای. بانگ خطری آزمایشی در رودخانه تبلای است. متخصص برای بلندتر شدن صدای آن کار میکند. وقتی سطح آب رودخانه تا 1 متر بالاتر می رود بانگ خطر صدا می دهد. این دستگاه مخصوص چنگکنکی اولتراسادایی دارد. این چنگکنک سطح آب رو و مسافه بین مثال همین چنگکنک و آب رو چن میکند و از وی خلاصه میبرد که سطح آب بلند شد یا نه. از این بابت این بلنگو در صورت بلند شدن سطح آب و خطر آبخیزی مردم را آگاه میکند. تا این وقت از بلند شدن سطح آب خودی ساکنان با داد و فریاد همدیگر را آگاه میکردند. دیگر چنین نیست. سیستم نو همه را یک بار آگاه میکند. هنگام سطح آب دریا از 1 متر بالا بلند شدن با آواز بلند بانگ خطر زده می شود که اهالی گرد و اطراف باید با خبر شوند که اگر شب باشد اگر در خواب باشند باید که پیشکی آمادگیشان گیرند برای اینکه در دریا آب آمده است و سیل آمدنش احتمال آمدن سیل زیاد شده است. بانگ خطر را ساکنان در مسافه تا 1 کیلومتر میشنوند. این سیستم حالا فقط برای ساکنان دهه بلخابی مومن‌آباد است. قرار است برای ساکنان دیگر محله‌های تحت خطر کلاب هم نصب کنند. مقامات گفتند در ناحیه‌های شمس‌الدین شاهین و مومن‌آباد هم می‌گذارند. برای نصب تجهیزات سازمان ملل کمک مالی کرده است. ساکنان کلاب چند سال است که از سیل و بیدادگری تبلای آسیب می‌بینند. آفت طبیعی تلفات جانی هم آورده است. اکنون این امیدواری هست که دیگر کسی تلف نمی‌یابد. محمود جان رحمتزاده، آزادی، از ساحل رودخانه تبلای. برنامه اینجا به پایان رسید. خدا نگهدار.